آنها اینکه در انتهای داستان دختر و پسر قهرمان با هم ازدواج می‌کنند تا به خوبی و خوشی برای همه عمر با هم زندگی کنند، رفتاری غیر دوستانه با رشد و اعتلای زنانه است. بهتر این است که ما در داستان‌های پریان به دنبال شیرزن باشیم و او را جستجو کنیم. واقعیت این است که در داستان‌های پریان دختر یا زن دلیل و علت نگارش داستان محسوب می‌شود. در این داستان‌ها شاهزاده نقش حمایتگر دارد. دختر ایدئال‌های اخلاقی سرزمین خود را به نمایش می‌گذارد و شاهزاده با نجات دادن دختر در واقع این ایدئال‌ها را نجات می‌دهد. از آن گذشته دختر به تدریج در طی داستان مدبرتر و عاقل‌تر و دوست داشتنی‌تر شده و قدرت بیشتری پیدا می‌کند. دختر وقتی نجات پیدا می‌کند با ناجی خود پیمان می‌بندد، همان ناجی که به مرور مهربان‌تر، دوست داشتنی‌تر و عاقل‌تر شده است. در جریان داستان هم قهرمان دوم شیرزن مناسک گذر را پشت سر می‌گذارد و به دنیای بالغ‌ها قدم می‌گذارد. از آن گذشته دختر نه تنها هدف اخلاقی مورد جستجوی شاهزاده است، بلکه با وادار کردن شاهزاده که مترصد نجات او بشود، الگویی برای سایر زنان جوان فراهم می‌آورد و به آنها می‌گوید یا با انتظار کشیدن شکیبا بودند و با صبر عاشقانه به مردان فرصت می‌دهند که در خدمت آنها درآیند و اخلاقیات، شجاعت و ارزشمندی خود را برای تن دادن به یک رابطه بلند مدت به اثبات می‌رسانند. اینگونه آنها تا پایان عمر زندگی شاد و سعادتمندی داشتند. نه تنها باری بر دوش دختر نمی‌گذارد، پاداشی برای اوست که به عنوان ملکه می‌تواند بر یک سرزمین حکومت کند. در داستان‌های کهن و افسانه‌های پریان، دختری که فاقد این فضایل نیکو باشد، مورد پسند شاهزاده قرار نمی‌گیرد. شاهزاده به سراغ دختری می‌رود که بهتر می‌تواند در شکل و شمایل یک شیرزن طی تاریخ کند. دختر یک شیرزن است و توجه شاهزاده را به خود جلب می‌کند. به همین شکل شاهزاده همچون یک قهرمان است، مورد پسند دختر واقع می‌شود. اجداد و نیاکان ما که مردمان خردمندی بودند، برای آموزش فرزندان خود برای آنها داستان‌های با شخصیت‌های منفی تعریف نمی‌کردند. به جای آن برای فرزندانشان افسانه‌هایی درباره شیرمردها و شیرزنها می‌گفتند.